فکر کنم همین باشه. برگرد یواش بکنه. یواش بیا عقب. فکر کنم همین باشه. یواش بیا عقب. بیا کنارش. فکر کنم همین باشه. یواش برو عقب. برو متی بیا پایین. چون برو جلو واسطه. سلام. حالت خوبه؟ بله. خوبه. چیکار میکنی؟ منم آشغال جمع میکنم. اسم چیه؟ شیرین. شیرین؟ من تو پسر نیستی؟ نه لباس پوشیدم که همه فکر کنم پسر. خب این موقع شب اینجا ببینم چی جمع کردی. کاغذ و پلاستیک و مقوا. چند وقت این کارو میکنی؟ هم موقعی که پدرم کلیه‌اش درد گرفت من این کارو دارم میکنم. مامانم قبلا کار میکرد دیگه اونم مریض شد نتونست، من مجبور شدم به جای اونا کار کنم. خب شیرین کوچولو اذیت نمیشی؟ اذیت که میشم ولی زندگیه دیگه کاریش نمیشه. مدرسه هم میری؟ بله امسال پنجمم و امید خدا تموم کردم قبول شدم. درست خوبه؟ بله. روزی چقدر جمع میکنی؟ شبه چقدر جمع میکنی؟ اگه بشه 10 تومن یا 15 تومن اونم اگه بشه، اگه هم نشه که هیچ. 10-15 تومن ها؟ بله. بعد کفاوی زندگیتونه میده؟ نه باید پول داروهای پدرمو بدم، خرج خونه رو بدم، کرایه خونه رو بدم، پول آب و برق رو بدم. ای بابا یه پا مردی پس شیرین کوچولو. مجبورم که کار کنم. خودم هم دوست ندارم کار کنم ولی به خاطر پدر و مادرم مجبورم این کارو کنم. خرج داروشون چقدره؟ دادا اون سری 100,000 تومن دادم، آخرم پدرم خوب نشد، خوب که نشد بدترم شد. تو مدرسه میدونن تو این کارو میکنی؟ فقط خانم مدیرم میدونم، اونم تو خیابون دیدم. کی دیدتت؟ موقعی که شبا تو چیز کار میکردم خونهشون نزدیک مدرسه بود، بعد منو دید گفت این کارو میکنی به خاطر چی؟ منم گفتم به خاطر پدرم. معدل چنده؟ 17 شد. بده؟ نه خیلی خوبه، خوبتر از اون غیرتته. غیرت یه دختر که اینقدر مردونه است، اینقدر بالاست. خواهر نداری؟ نه خودم هم تک و تنها. شیرین جان چه آرزویی داری؟ آرزو دارم تمام بدبختای دنیا یه روزی به یه جایی برسن، موفق شن، مثل من دستشون رو تو زباله نکنن، همیشه موفق باشن بچه یتیما. از خودت گرفتارتر کسی رو دیدی؟ دیدم خیلی دیدم. بازم خدا رو شکر میکنم تن سالم دارم، میتونم خرج پدر مادرم رو بدم، پدر مادرم محتاج کسی نشن. راضیم. جو آینده چی فکر میکنی؟ آینده دوست دارم آینده یه فرد مفید باشم که واسه همه مفید بمونم، یا مثلا بچه های مریض خوب کنم، یتیما. خیلی یاد به یتیم حرف میزنی، به یتیم حساسی نه؟ آره واقعا کسی که پدر نداره خیلی حسرت پدر میخوره، کسی که مادر نداره. منم یه دوست داشتم اینجوری بود، خیلی حسرت میخورد، بعد واسه همین یتیما خیلی حساس. که دست و آشغال میبرید، گفتی که مثلا یه کار بکنیم دست و آشغال نبریم، تو دست و آشغال بردن چجوریه این که گفتی؟ خب خوب نیست. امتحان نکردید. من اگه شبا کار میکنم فقط به خاطر پدر مریضمه که اون خوب بشه، فقط به خاطر اونه، ولی من دوست ندارم که دستم تو زباله کنم 4 تا چیز بشنوم از دیگه. چی میگم بهت؟ به
بگن دختر زباله‌ای و فلان به درد نمیخوره، آینده من خراب شه سر میزن. ولی چون پدر مادرم رو دوست دارم حاضرم جونم بدم واسهشون. ای بابا بیا الان یه امتحان بکنیم منم میتونم این کار انجام بدم. بریم ها بابا این حرفا چیه؟ چرا خونم چجوریه؟ خب بیا ببینیم چی اصلا. خب ببینیم توش ببینیم چیه. نمیشه. بیا ببینم اصلا توش چیه. بیا ببینیم. همون نمیشه. همون راست میگی خیلی بو میده. الان تو چیا رو برمیداری؟ من این کارتونا رو برمیدارم. این کارتونو آمدم شاه تمام هم بده خنده امانی ز گناه هم بده. شبا تو ساعت چند کار میکنی؟ 12:01. نمیترسی تو خیابون؟ نه دیگه عادت کردم. چند تا بریدم اومد. تقصیر شما. تقصیر منش. آقا گونیه بله نبر. آقا گونیه نبر. دیدی عمو تقصیر شماست. عمو جان ببخشید من منظور نداشتم. آقا نبر. اونی که دیگه چیزی نداره داره اون؟ آره داره. نه اون نداشت حالا. حالا بیا اینا جمع بکنیم فعلا نبرم. عمو شما زحمت نکشید. نه دیگه بیا. دستتون نرد کنه عمو کمک کردی. خب دخترم این الان برمیده چیزی میدونی دوشت میبری؟ اینجوری عمو یاد بگیر. آی یاقرم اشکال نداره عادت. خداحافظم. رفتی؟ آره دیگه خب برم یه ذره پول در بیارم. مامانم خوب دیگه چیکار کنم. برم اجازه است؟ بذار تو ماشین ما به. نه ها؟ عادت کردم اما دیگه عادت رو نمیشه ترکش داد. شیرین خانم رفتی؟ بله. خیلی شیرینی. شما گلی. زنده باشی عزیزم. خداحافظ. اسم چیه؟ شیرین. خیلی شیرینی. شما گلی.